إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال این است که بعضی برادرها، یعنی که بعضی نفرها از راه فریب و از راه بگیم که حیله و حرام رزق میوان. آنها میگفته هستند بعضی که با خدا دادگان ستیز مکن که آنها را خدا داده است. گفته هم خیلی صحبت ها میکرده است، یعنی که اون چیزی خدا داد شما اونها قطعی بگیم یکم حسد نبرید و اینکه اونها قطعی زیدیتی نکنید. هر نفری که از حرام میخورد و در حدیث دیگر میگوید که معنی حدیث این است که وقتی که نفرهای هستند که الله پاک آنها را رزقشون میدهد، اما آنها به همون رزق خودشان عجله میکنند، تیزی میکنند و اون را از راه حرام میگیرند همون را. این در حقیقت یک چیزی هست که اون بالا این کرده اگر گمان کند که این خدا داده است و من خیلی انسان زیرک بودستم و انسان با فهم بودستم که این را فریب کرده تا نیستم، اگر این انسان در حقیقت این یک انسان گمراه است و گمانش گمان خطا هست که اگر که خودش انسان زیرکی است که اون انسان زیرک نیست. پیامبر که مثلا میفرماید که انسان زیرک و دانا اون نفری هست که اون نفسش را پایمال میکند و نفسش در تگ قدم اون است. مندن نفسه میگد، اون پس میدونه نفسش را. و انسان بیعقل و عاجز هم نفری است که پیروی نفس هوا هوسش میکند. به همون خاطر این سخن غلط است. اما انسان هایی که خدا دادگی هست و انسان هایی که مثلا که الله پاک اونها را نظر رحمت کرده است، اون نفرای هست که اون خودش کرده یکم اهل تقوا باشه و دیگر همسری با تقوا داشته باشد و اخلاق اونها را تربیت داده باشد از روی قرآن و سنت و فرزنداش همینجوری حافظان قرآن باشد. اینها را گفته می شود بله که اون چی از خدا دادگان هستند اونها و با اونها چی مثلا حسد بردن و یعنی که مثلا که با اونها زیدیت کردن و یعنی که اونها قطع بگیم که به چشم بد نظر کردن جایز نیست. اما اون حرامخورهایی که از بگیم که مردم میخرند و فریب میکنند و حیله میکنند و به طریق حرام پیدا میکنند، آنها در حقیقت یکی از جمله های فجار و فاسقین هستند. اونها خدا داده نه، بلکه اونها را الله پاک بالاشون غضب کردگی هست. این گپ غلط هست در نسبت انسان‌ها که از حرام میخورند و بعضیش گمان میکنن که خیر خدا دادگی هست. میگن ببینن خانه های اونها وقتی که اون کارها و ماشین های اونها رو میبینن در حقیقت از راه حرام است، میگه خدا داده هستند. نه، این خیلی نیست. الله پاک در قرآن میفرماید که نفرهایی را که رزقشان کشاد کردیم این معنی نداره که الله آنها را اکرام کرده باشد، اما انسان‌هایی که رزقشان کم کردیم این معنی داره که خدا را خوار ذلیل کرده باشد. میگه این فکری کفار بودین. کفار از روی مال بعضی را بها میدادن که اونها انسان خیلی خیر بدستن و انسان‌های کم بغل بها میدادن که خیلی انسان خوار ذلیل بدستن. این عقیده مسلمان نیست. عقیده مسلمان و عقیده قرآن سنت همین است که امتحان الله هست. اگر که تو را مال داد الله امتحان کردیست است و اگر که تو را کم بغل که الله امتحان کرده است که چقدر به تقدیر الله راضی هستی و بگیم که در نزد الله چه هستی راضیت بیان میکنی و یگام ناراضگی مثلا نمیکنی در تقدیر الله و زید نیستی در تقدیری که الله پاک برای تو کشیده است اون تقدیر را. بگیم به همون سبب از روی پولداری و بی پولی یا اون کس به حدود نمیشود، از روی تقوا به حدود میشه. این اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما هم نفری است که با تقوا ترین شما باشد در نزد الله. اون نفری که قدر داده خدا داده از اون انسانی که با تقوا باشد، خانواده‌اش تربیت اسلام داشته باشد و بگیم که قرآن و سنت در زندگی و جاری باشد، اون انسانی خدا داد میگن. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.